سلام، وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. توی ویدیوی قبلی که منتشر کردم در مورد فرشید فرخی، یه سریا بودن اومدن تقریبا 100 نفری حمایت کردن، یک دو نفری هم بودن که اومدن گفتن نه بابا ما به درآمد دلاری بی‌نظیر رسیدیم فلان اینا. بعد دیگه گفتم رسیدی یکم با ما پول بده ببینم میدی نمیدی. بعدم که دیگه جواب نداد. آره، بعد که دیدم حمایت شد از ویدیو قبلی گفتم یک ویدیو بذارم در مورد نظرات مردم و نکاتی که از این طرف معلوم و عیان و همه میدونن. البته همه که نمیدونن چون پیشو نمیگیرن، ولی ما پیشو میگیریم ببینیم نظرات مردم توی شبکه‌های مختلف در مورد ایشون چیه. اولیش هم توی کانال دنیای آموزش 140,000 نفر تقریبا عضو داره. میریم که ببینیم مردم اینجا در موردش چی گفتن. خب اینجا اول نفری که پیام گذاشته نوشته حرف یکی از عزیزان، یک کلاهبرداری هست به اسم فرشید فرخی، استاد کلاهبرداری. 2 میلیون از هر کسی میگیره آموزش دور هوش مصنوعی میذاره. مطالبش یه سرچ ساده تو اینترنت هست، خودش آموزش نمیده، دو سه تا دختر داره آموزش میدن. بعد تو تبلیغش میگه نارضی نبودین کل پول بهتون برگردانده میشه. پشتیبانی هم نداره، ولی که میگفت توی تبلیغاتش پشتیبانی داره ولی نداره. وقتی دوره رو میخواد شروع کنه میگه آخرش دیگه ثبت نام نداریم و فقط به 50 نفر یاد میدیم، ولی هر ماه نزدیک به 1000 نفر ثبت نام میکنن. یه پیامی هم رو این پاسخ داده، ببینیم چی میگه. میگه اول وقتی میخواین توی دوره شرکت کنین حتما قرارداد قانونی با امضا و سند از شخص بگیریم و اگر نداد ولش کنید و تو دورهش ثبت نام نکنید چون شخص کلاهبرداره. دوم اینه که میگن ماهی 1000 نفر شرکت میکنن، طبیعتا حرف درستی نیست و این جزئی از شگردهای تبلیغات اون شیاده. فروشنده ها معمولا میگن دیگه این جنسمون داره تموم میشه، آخراش از این حقوقا میزنن که خریدار هول شه و سریعتر بخره جنسش رو. اینا هم وقتی میگن 1000 نفر بیشتر مثلا ثبت نام نداریم، طبیعتا دروغ میگن. شما هول نشین از قافله عقب موندی و سریعتر مثلا میخوان تو رو تو این بودها بندازن که فکر کنی از قافله عقب موندی، اگه نخری بدبخت میشی، ضرر میکنی، اینا سریعتر بری بخری. آخرش هم میاد میگه رضا گلزار هم همین کارو کرده. بعد یه شگردای روانشناسی که میان مردم رو گول میزنن و فلان و از اینجور حرفا. خلاصه ساده نباشید. بریم کامنت های این پست رو بخونیم بره چی بالا نمیه. خب حالا که بالا اومد بخونیم چی گفته. یکی میخنده، خب یکی میگه چطوری میتونیم مطالبشو داشته باشیم. بعد یکی میگه این یارو فرشید فرخی یکی از کلاهبرداران و شیادان فضای سوشال مدیا است. 2 سال پیش یه دوره ادمینی از 200 نفر هر کدوم یک 700 گرفت، آموزش هم نداد، فقط 30 نفر حاضر به شرکت شدن. ما 30 نفر هم وکیل گرفتیم تو شعب دادرسی کرج، دادگستری کرج. این یارو به حدی پرو بیادب است که در جواب هر اعتراض اول دشمن مادر میده و بعد بلاک. بعد یکی میگه اتفاقا من دوست داشتم دوره‌شو داشته باشم، میگه شانس آوردی هنوز یک دوره رو کامل به کسی نداری. این میگه. بعد نشه واقعا یعنی نصفی میپوشه، حالا کی داره دوره‌شو ببینیم چی. جالبه با این همه کلاهبرداری سابقه چجوری اینقدر بازم میفروشه. بعد میگه خب این همه میگه کلاهبرداری است، چرا کسی دوره‌شو اینجا نمیذاره؟ حداقل ببینیم که چیا گفته. بعد این پایین یه نفر بهش میگه که کد لایسنس داره. میگه چون قابل خارج کردن نیست کد لایسنس میخواد که یک بار برای هر گوشی کاربرد داره که داخل برنامه اسپایتلر استفاده کنیم. آره جالبه که این بنده خدا انقدر پولدار هم هست، بعد میاد پول میگیره از مردم، تو دوره مردم رو توی دورهش ثبت نام میکنه ولی پول میگیره. آخه تو اگه پول داری این پولا رو میخوای چیکار کنی؟ اگه پول ادمینات خب مگه نداری خودت بدی که از مردم پول میگیری؟ مگه 1000 نفر چقدر میشه؟ 1000 تا 5 میلیون چقدر میشه؟ 50 میلیارد 500 میلیارد چقدر میشه؟ هر چقدر که میشه به هر حال خودت که پول داری بهش نمیدی. مثلا عجیبه خودش. میگه شکایت کردیم و پول گرفتیم دست جمعی، دورهشو بذارید تا ببینیم چی گفته. خوب شد باز این دوره اصلا پیامای قبلی رو نخون. میگه خوب شد این رو دیدیم، میخواستم 4 تومن قرض کنم شرکت کنم. سلام و عرض ادب دوستان، نمیدید این روزا چه بر سرم اومده؟ بچه مریض روز دستمون نیاز به درآمد داشتم برای عمل بچه‌م. این آقا تبلیغ شدیدم اصلا انقدر همه چیز واقعی بود که نگو. همین فرشید فرخی 4 میلیون چند روز پیش ازم گرفت و بعد هیچ خبری نشد. عزیزم به قرآن من مجبور شدم گوشواره بچه‌ام بفروشم. تو رو خدا کسی اگه راهی رفته و تونسته پولشو بگیره من راهنمایی کنه.
ممنونتون میشم. واگذارش کردم به فاطمه زهرا. نوشته برو شکایت کن، البته راهنمایی بگیر. از کی راهنمایی بگیرم؟ من تو پول وکیلم ندارم. میگه مگه به حسابش نزدی؟ چرا زدم؟ فیش همه چیزشم دارم. طرف میگه من تو قرعه کشیشم الان شبا میذاره تو همین دانشگاه پولسازی و فلان اینا، مثلا میگه هر شب به 3 نفر اگه تمرینا رو بفرستن جایزه $100 میده. میشه من توی قرعه کشی فرشید فرخی برنده $100 انتخاب شدم. گفت جایزه $100 من گفتم جایزه $100 رو بدید. گفت تشابه اسم میدید. گفتم اونی که هم اسم من بوده رو یک عکس از کارت شناساییش برام بفرستید، قبول میکنم که راست میگید. گفتن همین که هست. بله نخوندیم. اینم شماره حساباش که حالا این واسه دوره‌های قبلشه. کانالش هم همینه. اون موقع 300,000 تا داشته. بله میشه پولاتو حیف می‌کنی. دمتون گرم. میخواستم دوره‌شو بخرم، شماره‌شو دارم. خوب شد اینو دیدم. روی یکی از پستاش پیام گذاشتم که گول نخورید و این فرض شرط است. ظرف چند ثانیه بلاکم کرد و پستم رو حذف کرد. توی اینستا گالری آموزش هم شما نگاه کنی، همش کامنت‌ها رو برید نگاه کنی، اصلا عجیبه. اصلا کامنت‌ها مختلف و متنوع نیست که حرفای متفاوت باشه، ولی همش مثلا میگن نمیدونم آفرین و فلان و عالی و اینجور چیزا، یا مثلا میگه فلان واسه من مثلا کلمه سایت یا کد واسه من کامنت کن تا مثلا آموزش فلان واسه بفرستم با ربات. بعدم دیگه کامنت های دیگر خودکار انگار حذف میشه. اینجور که معلومه شما اگه بری کامنت های اینستا گالری آموزش رو ببینی متوجه میشه والا تازه من میخواستم پول جور کنم دورش ثبت نام کنم. دمتون گرم که حقیقتو میگین. الان این حرفا حقیقت داره. از شکم من میخواستم بزنم و پول جور کنم برای ثبت نام. چه روزگاری. منم میخواستم سه شنبه ثبت نام کنم. خدا پدر مادرتو بیامرزه که اینطوری اطلاع رسانی میکنید و لعنت به پدر. دیگه اینجاش خیلی بده که عده رو کلاسشون برداشته کمه. حالا میخواست 100 نفر دیگر هم فردا کلاسشون رو برداره. اون بدبختایی که نمیدونن لعنت به قانون کثافت ما که اینها را اینقدر وقیح کرده که راست دارن جیب مردم میزنن. بله متاسفانه دقیقا منم بعد از اینکه آموزش‌هاش و سرفصل‌هاشو دیدم متوجه شدم خیلی مبتدیه. آخه هوش مصنوعی تو 6 روز آموزش رایگان گذاشته بود، در مجموع فقط 3 تا لینک معرفی کرد و بعد 2 تا جلسه پایانی و تبلیغ پکیجش رو کرد. تو یک ماه آدم پولدار نمیشه. خدا رو شکر منم تازه فهمیدم. امروز می‌خواستم ثبت نام کنم. هیچی رایگان نداره. اونم این که پکیجشو بفروشه. من از اول فهمیدم. فقط بگو چطوری اینجوری کرد. من طبق پست بعدی به پشتیبان همین فرشید فرخی گفتم مدرک میخوام، سند این که واقعا پولم برمیگرده. گفت استاد تضمین شده است. استاد تضمین کرده. گفتم تضمین استاد بیشتر درد من میخوره در صورت نارضایتی. گفت اگه اعتماد ندارین خرید نکنین. فوشو که دیدم بهش مهم نیست، به دردشون نمیخوره این چیزا. این کارا رو برای جلب اعتماد میکنن. حتما این کارو بکن. پیامش پاک کرده ببینید. یا اینکه احتمالاً تهدیدی شده. دلیل اینکه پیامش پاک کرده نمیدونم. وای چطوری از گلشون پایین میره پول مردم هر کی به هر شکل زده از جیب خودش. خب اینجام که طرف شیشه ماشینش شکسته نوشته چرا داستان تکراری میذاریم مال 1 سال پیش. خب مردم تیغ میزنه کچل بدبخت به پول بدم برو مو کار بدبخت. حالا اینجا فوش هم داده. وای این فوش که داده خیلی بده. این فوش بدی داده. طرف حالا انگار مسلمان بوده اومده ثبت نام کرده. حالا اینجور جوابش شاید اینکه شیشه ماشین شکسته به خاطر اینکه دشمن داره نیست. شاید به خاطر اینه که دشمن داره. شاید به خاطر اینه که مثلا با کسای دیگه رقابت داره نیومدن شیشه ماشینشو بیارن پایین. احتمال زیاد به خاطر همینه که دشمن داشته و یا سر مردم کلاه گذاشته شاید اومدن شیشه ماشینشو شکستن. بعد به این بهونه گفته که آره مثلا شیشه ماشینم شکستن، من مثلا توی رقابت نمیدونم هوش مصنوعی دوره ها و فلان اینا به این خاطر مثلا رقبای من اومدن شیشه ماشینم شکستن. خب نشه من میتونم اطلاعات هویتیش رو کامل بهتون بدم یا با شماره موبایل بهش زنگ بزنید تهدیدش کنید شاید بتونید پولتون رو پس بگیرید. همینقدر بگم توی ویدیوهای دورش یک پروژه رو کامل انجام میده، فقط ابزارها رو توضیح میده. خب بریم اینا رو بخونیم.
نوشته کلی شاکی داره واسه فروختن وی پی ان ماهانه که کلا 2 روزم کار نکرده. بگو نمیتونی که بزنی زیر کانال. گالری وی پی ان هم که با فروختن وی پی ان که کار نمیکرد بعد از چند روز حذفش کردی. هر کس هم آدرس خاص من ارجاع شدم به رسالت دانشگاه شهید رجایی، دانشگاه دبیری است. وسط حیات دانشگاه از یکی از شکات کتک خورد. شاکی آموزش کتک خورد. حراست دنبال اینه که تعداد شکایت زیاد بشه اخراجش کنن، چون خیلی طول داده درس خوندنش رو، به خاطر اینکه سرباز نداره. پرسیدم گفت دانشگاه شهید رجایی تهران لویزان. طرف نشه منم شاکی ام ولی نمیتونی کاری کنی چون یه سری آموزش مزخرف در اختیارت حتما قرار داده که میگه پول دادی آموزش بهت دادم. ما یه گروهی بالای 10 نفره بودیم که هیچ کس نتونست کاری بکنه. اصلا صداشون شدم حالم بد میشه خیلی عوضی. اینا رو من پی وی بهم پیام دادن، گفتم شاید راضی نباشن هویتشون معلوم بشه، به خاطر همین اینجوری پیامشون رو گذاشتم. بعد یکم نوشته دوستان به این 2 پیج پیام بدین معرفی کنید پیجش بلکه بسته بشه گزارشاش زیاد بشه. خب اینو خوندیم یا نخوندیم؟ اینو فکر کنم نخوندیم. نوشته حرف یکی از عزیزان سلام خسته نباشید ببخشید مزاحم شدم ولی نیاز بود در رابطه با همین وی پی ان کلاب یه مجموعه دیگر رو هم معرفی کنم خدمتتون. مجموعه گالری وی پی ان که مال فرشید فروخی مالک گالری آموزش هست دوره‌های واقعا به درد نخور برگزار میکنه که اصلا نمیارزه. برداشته یه وی پی ان فروشی رو انداخته 200 تومن به بالا از مردم پول میگرفت و هیچ سرویسی نمیداد. بعد یه مدت رفت یه چنل دیگه به اسم میگنت بازم کلاهبرداری کرد. جدیدا هم یه دوره فروش به توان 10 گذاشته که یه سریا میان میگن هیچی برگزار نکرده. این رو هم بگم تابستون پارسال یه دوره گذاشت واسه ادمین اینستاگرام 1600 قیمتش بود. از اون موقع تا حالا داره کم کم آموزش بفرسته انگار که نه انگار. لطفا اطلاع رسانی کنید تا مردم گیر این شیاد نیفتن. خب یکی گفته سلام وقتتون بخیر. این گروه درآمد دلاری فروخی که جدید میشه اینم جالبه. بعد تاریخ انتقال برای برج 11/1403 است. سوتیایی که میگن اصلا عجیب غریب. میدونید من دوشنبه آشنا شدم با کانال، اما وقتی حرف شما دیدم به خودم دقت کردم خدا خیرتون بده واقعا. اما خوب الان بیشتر دقت میکنم همیشه انگار برباد داره میشه. دقیقاً من با مدرسای زیادی سر کار داشتم آدم متوجه میشه. متاسفانه پیجی میلیون داره. خب بریم این سایت رو بخونیم. خب نظرات. با سلام من خانم 70 ساله هستم. فردی به نام فرشید فروخی که زنجانی هستن و در تهران زندگی میکنن به حضور حقوق وکلت من وادار کرد در کلاس هوشمندی شرکت کنم با تضمینی که 40 روزه به درآمد سرشار برسم و اگر غیر از این باشد پولم برگردونه. من دخترم با هم 8 میلیون تومان قرض کردیم ثبت نام کردیم به امید اینکه آموزش میگیرم پولمون رو میگیریم یا پولمون رو پس میگیریم. حالا که این آقا نه آموزش میده نه پولمون رو پس میده، الان در حال حاضر باز هم همین امروز ساعت 3 ثبت نام از دیگران میکنه. به من گفته برو هر غلطی که میخوای بکن میندازمت از گروه بیرون. گروهی که هنوز هیچ آموزشی ندیده فقط داره پول وارد میکنه. دلم میخواد الان به شما به بانک‌های مختلف و شماره‌های مختلف سر بزنید ببینید چقدر کلاهبرداری میکنه. اسامی بانک‌هاشو دارم اگه توی تلگرام یا واتساپ بتونم براتون ارسال میکنم. 30603 پارسال. سلام خانم نمیدونم پیامم رو میبینی یا نه، اگه میشه راهنمایی کن. همین سه شنبه دوباره ثبت نام داره کارش هم مشغول میزنه هر 4 5 ماه یه بار ثبت نام میکنه آیدی من. خب سلام ایشون فرشید فروخی است. امروز بازم ثبت نام شد. هر نفر ما دیگه هم چند وقت پیش هر نفر 4,980,000 تومان پول گرفت. حدود 5 میلیون از 100 نفر گرفته. من شک نداشتم بهش پول نریختم شکر خدا. سلام شماره آیدی تو بذار باز اطلاعات بگیرم دارم از طریق پولستا پیگیری میکنم. سلام آقا به چه نتیجه رسیدید؟ این سه شنبه هم ثبت نام داره. شما ثبت نام کردید آخر از پول فتوا جواب گرفتید راجب به فرشید فروخی. خانم تو رو خدا راست میگید. اتفاقا سه شنبه 21 اسفند ساعت 3 هم قراره. خب اینا که دوباره در همون میگه با سلام من یه خودم 40 ساله هستم که تو این سه پیج دارم و روزانگی خودم مهمونی خودم میذارم. حالا که میبینم چند نفر چتونش کرده یکی از کلیپای منو برداشته میکس کرده تو پیج خودشون گذاشتن. حالا چطوری میتونم پیگیری باشم؟ بله سلام شما بعد از طریق پلیس فتوا موضوع بگیری کنید. خب سلام من کارت بانکی خود به سایت درست کردم. حالا احتمالاً پلیس فتوا اصلا من مسئول خواهد کرد. قشنگ خب اگر ربطی به اون داشته باشه بخونیم. خب اینم که مثل همونه اینم که مثل همونه.
منم تو دوره شرکت کردم ولی از حق نگذریم، آموزش ها به طور کامل و مرتب گذاشته میشه. خیلی هم خوب توضیح میدن، انصاف نیست. سلام، وقتتون بخیر. میخواستم اسلام شرکت خب ایمیلشون همین فرشید فروخی زمان اختلال اینترنت 1401 اقدام به فروش فیلترشکن تضمینی با قیمت بالا و جالب برای آیفون بالاتر از اندروید کرده بود. پس از واریز تنها جوابی که داده بود سرورها شناسایی و مسدود شده، لطفا صبور باشید. آره، تنها کامنت مثبتی که بود همین مثبتی که واسه اون بود، ولی در واقع که مثبت نیست به صورت. خب بریم کامنت های ویدیو رو بخونیم. خب یکی میگه دروغ، کلا خدا وکیلی هیچی نمیده بهت. پوینتر نمیگه. منم هستم فلک رایانه، حواسم باشه پول ندم بهش. خب میشه ما گروه 40 نفر از شرکت کردیم و چندین تا پرونده داره تهران. سلام، خوبی؟ کجا باید شرکت کنم؟ این فرد خیلی پیج داره و واقعا کلاهبرداره. خب پیش از ثبت نام گفت که دوره 3 ماه طول میشه، بعد گفت تو کانال پروژه‌یابی جوین بشین، فعالیتش پس از اتمام دوره شروع میشه. الان بیشتر از چند ماه مثلا گذشته، کانال پروژه‌یابی رفته پشتیبانیش، میگه کاری از دستم بر نمیاد. خب مردم ما فقط ساده و گرفتار هستن. من آموزش‌های مسخره‌اش که توی کلیپ‌های ایرانی دیدم فهمیدم هیچ وارش نیست. این چیزای مسخره‌ای که میگفت هر بچه مدرسه‌ای بلده، ولی خب خیلی‌ها که تا حالا باهاشون اصلا کار نکردن فکر می‌کنن یادم شوخی. من 8 ماه ثبت نام کردم ولی دریغ از 1 دقیقه آموزش. دیگه بقیه هم همینجوریه. کامنت‌های ویدیو قبلی رو ببینید. خب اینم که همینطور. بله، ولی یک نکته جالبی هم که من متوجه شدم این بود که علاوه بر اینکه شما نمیتونی ویدیوها رو چیز کنی، ذخیره کنی مثلا، یا مثلا بفرستی واسه کسی که معروف میگه خیرخواه مردم، خیلی جالبه. ویدیوها رو نمیتونی شما واسه کسی بفرستی ذخیره کنی. بله. بعد اینکه شما اول کانال میبینی از 29 اکتبر 2020 تا 21 فوریه 2025 هیچ پیامی گذاشته نشده، یا اگرم گذاشته شده پاک شده. حالا نظر شما چیه؟ گذاشته و پاک کرده یا اصلا پیام نذاشته؟ چرا اصلا بعد طرف بیاد از 29 اکتبر 2020 کانال بزنه و پیاماشو پاک کنه؟ و اینکه اگرم گذاشته چرا پاک کرده؟ مگه محتوای بدی بوده؟ مگه این خیرخواه مردم نیست؟ مگه توی خانواده فرهیخته درس نخونده؟ مگه نمیدونم پدر مادرش طبق گفته های خودش چیز نیستن، تو فرهنگیان درس نخوندن؟ خب اگه موردی بوده، اگه چیزی بوده، چرا پیامات پاک کردی؟ اصلا چرا گذاشتی که پاک کنی؟ بعد اینکه اگه که مثلا میان میگه که مثلا من خیرخواه مردمم و میخوام به مردم کمک کنم و مردم درآمد دلاری داشته باشن تو این وضعیت اقتصاد بد و فلان اینا، نمیدونم کپی پول میگیری از خود پول گرونتر میشه و فلان اینا. اگه واقعا میخوای به مردم کمک کنی چرا محتواتو در سطح بالاتر گسترش نمیدی؟ مثلا چرا نمیای توی ایتا تبلیغ کنی؟ چرا یک سایت ایرانی نمیای بزنی؟ چرا نمیدونم نمیای کارتو رسمی بفروشی؟ چرا نمیای با سند مثلا دورهاتو بفروشی؟ چرا نمیای مثلا یک آموزشگاه بزنی اونجا کاراتو بفروشی؟ چرا مثلا کارتو گسترش نمیدی اگه واقعا داری راست میگی؟ چرا مثلا توی شاد، توی مثلا حالا شاد چی بود، توی روبیکا، توی ایتا، توی سروش، اپلیکیشن های داخلی اصلا چرا فعالیتی نداری که مثلا دورهاتو بتونی بیشتر بفروشی یا مثلا خودتون به بقیه بشناسونی؟ جالبه واقعا که توی هیچ بستر داخلی اصلا حساب نداره این بنده خدا. خیلی هم عجیبه. بعد پیامه هم که داشته پاک کرده و آره، واسه دوره مانی مستر و مانی میکیش هم همینجوری بود. همین پیاما رو میذاره، همون عکسای قدیمی خودشو میذاره، همیشه از همون ترفند قدیمی استفاده میکنه. ولی من نمیدونم چرا بعضی بازم گول میخورن. سطح ویدیوهاش هم که شما دیدید چقدر
پایینه باز میکنه یا نمیکنه. سلام و عرض ادب. یکی از پرتکرارترین پروژه هایی که ما شما اینجا رو نگاه کن. خب نمیتونستی همون تصویر رو بیاری بندازی روی صفحه تا بهتر بتونی مطلب رو ادا کنی به مخاطبت؟ خب این یک ضعف بسیار پایینه، بسیار ضعف بسیار عیان و معلومه واسه توی که مثلا انقدر گندی. بعد اینکه چیزی که ما باید بهش دقت کنیم اینه که مثلا توی دانشگاه آزاد طرف داره درس میخونه یا مثلا توی دانشگاه مثلا میاد با ماشین عکس بگیره، میگه این ماشین رو سریع باور نکنیم. هر کسی میخواد باشه مگه کار سختیه؟ این همه جلوی دانشگاه آزاد شما ماشینا رو ببینید نگاه کنید خوف می‌کنید. یا مثلا یه روز یه ویلای میگیری نمیدونم بیلیارد داره و نمیدونم استخر داره و فلان اینا. خب مثلا واسه یک روز واسه 2-3 روز اینا رو کرایه کردن واقعا کار سختی نیست. واقعا هر کسی توی این دور زمانی 1 ماه کار کنه نمیتونه مثلا یک دست کت و شلوار واسه خودش بخره یا مثلا یک روز یه ویلا اجاره کنه یا مثلا با ماشینای رفیقش عکس بگیره یا مثلا نمیدونم گوشی رفیقش رو اجاره کنه یا مثلا یه روز تو اکسپلور بچرخه باز دوباره بیاد ادای بقیه رو در بیاره. امکان نداره، نمیشه، شدنی نیست. چرا؟ شدنیه دیگه، به همین راحتی. خیلی کار بزرگی نیست، خیلی کار عظیم نیست. بله این ویدیو رو با هم ببینیم. سلام 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 همه عزیزانی که دنبال کسب درآمد هستن خواهش میکنم تمنا میکنم که استاد رو دنبال کنن، بهشون اعتماد کنن و اینو بدونن که پشیمون نخواهند شد. رو خب برای کسانی مثل من که سرمایه ندارن فراهم کردی. من مطمئنم با کمک شما زندگیم و آینده‌مو میسازم. اول که با این دوره آشنا شدم شک کردم که بتونم در کنار تحصیل این کار رو انجام بدم یا نه، که به امید خدا تونستم. خب این ویدیو رو نصفش که همه داشتن سلام میکردن، دومی که اصلا اشاره‌ای نکردن به این که آره این ویدیو اثبات بشه که مثلا مال اینه. بعد یه چیز جالبی که بود، یه برنامه من تو گوگل پلی ثبت نام کردم واسه شماره مجازی. بعد خیلی سخت بود امتیاز جمع کنی شماره مجازی بهت بده. بعد پشتیبانیش به این پیام داد گفت تو 2 نظر 5 ستاره تو گوگل پلی واسه ما بذار، ما بهت شماره میدیم 1 ماهه. منم گذاشتم و این بهم داد. بعد الانم یه چیز جالب فهمیدم. الان مثلا طرف بیای مثلا بهش بگی بیا من 1 تومن بهت میدم یه ویدیو مثلا اثبات بگیر واسه من که من مثلا فلان کار میکنم، طرف قبول نمیکنه، من خودم باشم قبول میکنم دیگه. از این بالاتر آره دیگه طرف حاضره شرفش و اینا رو بفروشه که قبول کنه، بیاد بگی که آره تو مثلا راست میگی، بیاد دروغ بگه. حالا این دروغ ارزش اینو نداره که آدم شرفش رو بفروشه، ولی اون زمان من این کارو کردم ولی دیگه این کارو انجام نمیدم. بعدم از آخر رفتم پاک کردم تو گوگل پلی اون نظرات مثبتم. آره خیلی سخت نیست انجام دادن یه سری کارهایی واسه ظاهرسازی، واسه اینکه واسه جلب اعتماد، واسه چی میگن اعتماد سازی و اینجور مسائل. یکم چیز داشته باشی، یکم ترفندا رو از چند سال قبل از کلاهبردارای قبلی یاد گرفته باشی، میدونی چجوری باید این کارو بکنی. عبرت بگیری، تاریخ بلد باشی، میدونی که بقیه چیکار کردن به موفقیت رسیدن، تو هم همون کارو کن به موفقیت میرسی. حالا تا یه مدتی ولی دائمی نه، چون یه سری هستن امثال بنده میان ویدیو میسازن، میان شکایت میکنن، میان مطالبه میکنن حقشونو و پس میگیرن حقشونو. یکم کافی که زیرک باشین، یکم کافی که دقت کنین به این نکته. این ویدیو شمال معلوم نیست چند سال قبله که بیا برای من یه شعر بگو مثلا. خب سالن اجتماعات مدرسه یا دانشگاه کار خاص سخت نیست.
این همه مثلا ماشین داره، بعد میاد پول ادمیناش از ملت میگیره 5 میلیون 10 میلیون. بعد انشالله همیشه موفق باشید، گول نخورید، گول افراد کلاهبردار رو نخورید و به نکته های خیلی ریز دقت کنید، به نکته هایی که خیلی راحت میتونید بفهمید که قضیه از چه قراره دقت کنید. بانک توستم انجام این چی بگم من، تو که 650 دلار از یک درآمد میگیری، بعد میای نمیدونم 1 تومن 2 تومن 3 تومن 4 تومن از مردم میگیری، از مثلا 100 نفر 1000 نفر میگیری واسه ادمینات. تو مگه نمیگی من پول دارم؟ آخه این کارا چی؟ خیلی خوب. یا حق